درود بر شما عزیزان. یکی از روش‌های چیدمان صدا برای دوستانی که 6 و 8 کار میکنن. امیدوارم به کارتون بیاد. ببینید اصولا همه یه ریتم با یه اسم مشخص برای یه موزیک انتخاب میکنن و بعدش حالا دیگه به صورت دستی میان ریتما رو عوض میکنن یا 4 تا ورشن میچینن. اینجا من میخوام از طریق بانک صدا این کار رو انجام بدم. به عنوان مثال حالا کاری که من میخوام انجام بدم برای فریز بازه. الان فقط فریزو میبندم که به مشکل نخورم، چون تنظیماتی که رو بانک صدا یه چیز دیگه است. بذارید اوکی. خب با تمپو کاری ندارم چون تمپو رو ذخیره‌اش نمی‌کنیم. همین صدای تار با ترانسپوز هم کاری ندارم. شما دیگه یه جوری سیوش می‌کنیم که موقعی که صدا رو تغییر میدیم ترانسپوز تغییر نمی‌کنه. من مموری فرضاً این ریتم رو انتخاب کردم. خب صدا پایینه، یه مقدار صدا رو میارم بالاتر، یه بالانس اولیه میزنیم. در ضمن بالانس ریتم و بالانس صدا رو خود همین صدایی که ذخیره میکنیم به همون صورتی که انتخاب کردیم برای اجرا به همون صورت ذخیره میشه. من الان ولوم استایلم رو 50، ولوم کیبورد روی 54. گوش کنیم ببینیم بالانس. ولوم صدا شد 64، ولوم استایل شد 50. مموری رو میزنم، فقط تیک وایس و تیک استایل رو روشن گذاشتم، بقیهشون همشون خاموشن. روی صدای یک ذخیرش میکنم. خب این از این. ما یه صدای دوم هم لازم داریم. اوکی، من دوست دارم صدای 10 رو برای قسمت دوم ملودی یه ریتمی حالا پیدا میکنم، شانسیه دیگه برای آموزشه فقط. اینو روی صدای 2 میذارم. ببینید مموری رو زدم، استایل و وایس روشن، صدای 2. یه بار تستش کنم ببینم 2 تا صدا بالانسه. دوست دارم اکتاو بالاش باشه. فریز رو باز میکنم. الان فریز خاموش شد. ببینم ریتمام هم بالانسشون یکیه. این استایل بالانسش رو 50، یعنی ولوم ریتم رو 50. این یکی روی 45. ببینید صدا رو تغییر میدم، ریتم تغییر میکنه. اوکی. یه تست کوچولو بریم. ببین خب ما یه صدای سوم هم لازم داریم، مثلا یه استرینگ. این استرینگ رو استایل اگه ریتم خاصی مورد نظرمون بود انتخابش میکنیم، اگه نبود استایل رو خاموشش میکنیم و فقط تیک وایس. این هم ذخیره. ببخشید.
خب یه صدای دیگه هم مثلا همین صدای برس، اینو هم من بدون استایل ذخیره میکنم، فقط تیک وایس. ببینید این بانک صدا بقیه‌شون هم پاک میکنم تا صدای 4 داشتیم دیگه. دیلیت. حالا چون ساز در حال رکورده ببینید نمیتونم ذخیرهش کنم، بانک صدا رو نشد ذخیرهش کنم. الان ما یه بانک صدا داریم، میتونیم اسم بانک صدامونم با گزینه رینیم تغییرش بدیم یا یه سیو دوباره بگیریم یه اسم جدید بهش بدیم که یه بانک صدای دیگه اضافه میشه به بانک صداهامون و خیلی راحت حالا میتونیم یه اجرای درست داشته باشیم. به عنوان مثال ببینید من اینا رو تغییرشون میدم، ببینید چه اتفاقی میفته، هم صدا رو گوش کنین هم اسم ریتم رو ببینید. روی 3 ما استایل رو ذخیره نکردیم، روی 4 هم ذخیره نکردیم، یعنی آخرین ریتمی که روی صدا ذخیره بوده مثلا این بود، چون بعد از این یعنی ریتممون هر چی باشه چون روی اینا هیچی ذخیره نداشتیم ریتم تغییر نمیکنه. اگه 1 رو بزنم تغییر دارم و 3 و 4 دیگه ریتمو تغییر نمیدن. در ضمن تمپو هم تغییری نمیکنه. من فرضاً اگه تمپو رو بذارمش روی 110 ببینید ترانسپوسمون هم تغییر نمیکنه، این گوشه داریمش. امیدوارم به کارتون بیاد. شما میتونید بانک صدای متفاوتی بچینید برای آهنگای متفاوت، حالا 20 تا 30 تا 10 تا هر چند تا که خودتون دوست دارین به سلیقه خودتون. و قسمت مهمش فقط اینجاست که شما برای هر صدایی یه ریتمی انتخاب میکنین. خیلی مهمه که صداهاتون بالانسشون یکی باشه و اون ریتمی هم که انتخابش میکنین بالانسش روی صدا ذخیره میشه. حالا تو منو ببینم اگه بشه نشون بدم. آره این استایله. ببینید صدای 2 رو انتخاب میکنم، ببینید استایل داره ولومش تغییر میکنه. این دوتا چون ریتم نداشته استایلمون ثابته. اینجا رو ببینید فکر کنم اوکیه. آره خب امیدوارم به کارتون بیاد. یه روش دیگه ذخیره بانک صدام داریم، البته فکر میکنم 2 تا روش دیگه باشه تو ذهنم، حالا هر کی به سلیقه خودش میتونه به 10 روش مختلف بچینه، همش به مموری ربط پیدا میکنه. موفق باشید.